میگم منصور چه کار خوبی کردن این برنامه رو تو ادارتون پیاده کردن. خانواده ها بیشتر محکمتر میشن با هم دیگه. قراره از طرف بخش مرغ انتخاب بشم خانم. با من بله خب بس فقط دارم ببینم چی میگه دیگه. احتیاط کنه ها. بزن به آیفون. الو بله. سلام خانم، من در مورد مشکلی که داشتید زنگ زدم. چه مشکلی؟ گوشی؟ ببین از این چیزه از طرف ناشناسه من غیر مستقیم میخواد صحبت کنه. بگو ما هیچ مشکلی نداریم. ما هیچ مشکلی نداریم. چه خوب، یعنی مشکلتون حل شده؟ ما اصلا از اولم با هم دیگه مشکلی نداشتیم. ما خیلی دیگه با هم میریم بیرون این ورانور گردش. مرد بسیار خوبیه، لیمو ترش همیشه برای سالاد آب میگیره و اینا. برای بچه‌هاش مرد خیلی مهربونیه. اصلا همچی چیزی نیست، مشکلی هم نداریم. سوپ هم میخوره تازه. خوش به حالتون واقعا خانم. بله پول میشماره همینجوری عین ریگ. توی خونه به من پول میده، به بچه ها هندوانه زیر بغلش میاره تو خونه. بله خانم یعنی شما حالتون خوبه واقعا با این کلماتی که داری میگی؟ چطور مگه آقا؟ بله تمام مدت روسری سرشه، تمام مدت به همه تعظیم میکنه، مخصوصا به من و فامیلام. خیلی مرد نازنینی آقا، خیلی مرد نازنینیه. همینجور تعظیم میکنه. هر عمه خاله هر کیه منو میبینه انقدر این مرد مهربون و نازنینه که به همه احترام میذاره. بعضی اوقات هم سرشو محکم میکوبه به دیوار. عجیبه، ولی به هر حال این مسائل اصلا به من مربوط نمیشه، مثل اینکه اشتباه گرفتن. چی رو اشتباه گرفتین؟ آقا مگه شما زنگ نزدید که در مورد زندگی من و شوهرم تحقیق کنید؟ نه خیر، من از شرکت آب و فاضلاب زنگ میزنم. به ما اطلاع داده شده بود که آب منزلتون قطعه. شما از شرکت آب و فاضلاب زنگ میزنین؟ بله. خب بنده دیگه باید خداحافظی کنم، ولی قصد فضولی ندارم. ولی اگه شوهرتون که اینطوری که میگین هستش، حتما به روانپزشک نشونش بدید. آقا اول از شرکت آب و فاضلاب اگه زنگ میزنین، آب منزل ما قطع نیست. همین 2 دقیقه پیش داشت شوهرم اینجا ظرف میشست. بعدش هم اونش دیگه به خودمون ربط داره که شوهرم به روانپزشک نشون بدم یا ندم. خداحافظ. چی داری میگه اصلا؟ نذاشتی من بفهمم یارو چی داره میگه. هی اینجوری کردی من نفهمیدم چی گفتم دیگه. تو درست متوجه نمیشدی، ولی اصلا ناراحت نباش، به هر حال خیلی خوب بود. همین که فهمید رابطمون خوبه خب یعنی من همه تعریفا رو که ولی اون جایی که میگفتی من نمیفهمیدم چی باید به یارو بگم. خیلی خودتو نگران نکن. بشین یه چایی بخور، مادر تازه دمه. بیا بشین. نه بیا بشین. نه تو بشین من میریزم. دستت درد نکنه من. خیلی ممنون. تو اون چرا میریزی منصور؟ مگه چیه؟ مگر چیه؟ تو نمیدونی مادر جان از این استیکانا بعدش میاد این دهنش باز 100 رحمت بی پارچ. خوب شد گفتی، بهتره اینم یادداشت کنم من. نگاه کن این بچه فهمیده و تو هنوز نفهمیدی. اون وقت میخواد تو مسابقه هم شرکت کنه برای من. شکر دوباره داری شروع میکنی یا بابا؟ شب مسابقه است، همه شخصی تو اینجا چی تقصیر من است؟ من که نشستم اینجا کاری بکستم یه چای برو پی کارت پر رو. درست صحبت کن، باش چای ما بریز بده. چای نداریم. این مادرجان گفتن چای تازه دم است. کابینت بیا پایین. نه میخوام یه چای ما بدی برام بخورم. چی دارم میگم؟ شکر رفت بیرون. من عصبانی نکن، برو بیرون. یک حالتی میگیرم. حالا منو میگیری چون پر رو شده. درست صحبت کنم. درست صحبت کنم. برو پی کارت میگم. برو پی کارت.